سلام به کانال فاموتوین خوش اومدید. من محمد رضام به همراه فائزه که قرار امروز با همدیگه این پرونده ها رو حل کنیم. توی هر کدوم از اینا یه دونه معمای جناییه که اونی که اون پشته قرار از ما یه سوال بپرسه. ما نمیدونیم داخل ایناها چیه، چه سوالایی طراحی شده، برای چه معمایی رو با همدیگه حل کنیم. 7 تا پرونده است. مجازاتش که قرار حل کنیم. مجازاتش این پلنگ کوسه‌ایه که داره اینجا رد میشه که هر کی ببازه باید اینو تنش کنه و تو ویدیو باقیش رو با اون پتو کوسه‌ای بشینه و ادامه بده. خیلی قابل جذاب میشه تو بازنده ای. خب بریم برای سوال اول. پاکت اول رو باز کنیم. خب 3 تا اتاقه. جسد لیزا توی خوابگاه پیدا میشه. پلیس موقع جستجو یه دفترچه پیدا میکنه که پر از اطلاعات مهم درباره قربانی. کارآگاه میگه این دفترچه احتمالاً مال قاتله. پزشکی قانونی میفهمه نویسنده چپ دسته. 3 نفر مظنونن که اونجا عکس اتاقشون هست. پیتر، جنی و لری. هر سهشون میگن بیگناهن. کارآگاه میره اتاقشون رو بگرده و با یه نگاه قاتل رو من زدم. نه اصلا دست منم. خب تو بگو. دست من خورد. فائزه اول زد. وای بگو. خوشحالم. خب بگو. باشه اتاق نالی. به خاطر اینکه جامعه دادش سمت چپش شد. نه خیرم ماگش همون ماگش سمت چپش شد. ماگش رو اینطوری گذاشته، یعنی اصلا چپ دست چپش استفاده. با دسته که تو کوسه‌ای میبینم. یکی آی بری باخ بریم بعدی دیگه. دو سوال دوم نمیدم به تو. آخ نخونم یه جوریه که باز کن. خب قاتل کیه؟ میزن یک سری اطلاعات. قاتل کیه؟ بابا تو اصلا از کجا میفهمی قاتل کیه؟ چقدر عجیبه این عکسه. چرا اصلا اینجا باید یکی بمیره؟ هیچ اطلاعاتی به اون نمیخوای بدی؟ یک راهنمایی کوچیک انقدر. یه خانومه که میبینید کجا خب فوت کرده. آها آره. خب بالای دستشوییه. نه توی دستشویی. 5 تا گزینه داریم، بین این 5 تا یه نفر قاتل دیگه. بگین. خب این که همون سوالو باز کردیم مثل استادا که من بالا سرش میگه توضیح بدیم که سوالو بخون متوجه میشی. 3 شماره 3 قاتل. چرا؟ داره الکی میگه. اشتباه. محمد رضا من هنوز دارم فکر میکنم. دلیلی لازم داره. خب نمیدونم مثلا این مرده با چی مرده؟ توش چیه؟ 4 گوشه لباس سمت راستش پاره 4 آفرین. یه امتحان خوبه جذابه. حداقل یکی که بعد مثلا به اون چیزی که میخوای برسی. سوال بعدی. بریم سوال 3. من باز کنم. لازم اسم بذاری داخلش. اینو من برنده شدم. باشه. بریم سوال بعدی. خوابش بگیرم بذارم این بالا. موفقیت های من اگه خواستی قاب بگیری. خونه الان دیوارش خالی می بود لعنتی. خب معمای تشخیص قاتل. چه کسی قاتل است؟ شاید براتون سوال ما شما دوباره قاتل میگیریم. شما زوج حقوقی. و بزرگترین پیج وکیل چیه؟ اگه براتون جذابه بعد یه ویدیو بگیم ببینیم آیا زن و شوهر حقوقی به هم میسازن یا نه. برام تو کامنت بنویسید. معمای تشخیص قاتل چه کسی؟ قاتله. 3 تا مجنونن. سبزه اون دستمال خونیه تو جیبش. اشتباه. 8 من فرصت اینو دارم که بگم دختر وسطیه. درسته. چرا؟ چون که اینجا که دستمال سفیده تو جیب دخترها هست. نه چرا هست؟ اینا 4 تاش اون که دست بیرونه. خب یه دستی بیرونه. اصلا همین خیلی بشنده که چه دست بیرونه. به علتی که میز خلاش اینا رو بریم سراغ سوال بعدی. اون بپرس. 2 تا پیاز بالا. اینجا سوال طولانی داریم. طولانی؟ آره گوش بدین با دقت. چه عجب. یه سری اطلاعات، یه سری دیتیل، یه سری جزئیات. این تصویر بیانگر یک صحنه قتله. مشخصه؟ بله. زمانی که عروس برای تغییر لباس رفته اتاق کناری سالن به قتل رسیده. پزشکی قانونی بعد از بررسی جسد عروس متوجه سم توی خون عروس شده و عروس به علت مسمومیت مرده.
پلیس متوجه شده که همه مهمانان عروسی قبل از ورود به تالار بپرسه کاملا بازرسی شدن. بپرسم یا میخوای بگی؟ نه بپرس. قبل از ورود به تالار همه بازرسی شدن و هیچ گونه اسلحه گرم و سردی نتونستن بیارن تو سالن، هیچ کدومشون ممنوع بوده. حالا چند نفر مشکوکن که اینجا ABCD داریم روشون. آقا یه چیزی بگو. تو دستتو میاری اینو میبری. من فکر میکنم که اینو میخوای ببری واسه خودت بعد بذاری واسه خودت. ای بابا. خب بگو الان زدی روش. باشه سی. آفرین. جدی؟ آره. بابا یعنی چه زندگی؟ یالا کجاش متوجه؟ اصلا سی شخصیتی نیست که آدم بخواد بهش تهمت بزنه. دفعه اولم که خواستم بزنم یعنی زدم گفتم سیه. اینا حس زنانه بود، به من ربطی نداره. الان به چه دلیل؟ دوتا بالا. به چه دلیل؟ دلیلشو بگو. نه دلیلش تو باید بگی. دلیلش این بوده که هیچ کس نمیتونست اسلحه بیاره. پشت عروس رو نگاه کنین، یه دونه دارته. پره دقیقاً روی خاشونه خانومم. شت. من اینجا تو خیانت نمی‌کنم، چون مثلا اینکه در ثانیه اول متوجه قضیه میشه. ببوس. مرا ببوس. نه استغفرالله. یه سوال. ما چند تا پر 7 تا، یعنی من الان باید تمام اینا رو ادامه رو درست بگم. خیلی عالی. میخوای من از الان کوسه رو بپوشم؟ بریم سوال بعدی. سوال بعدی. به نظر من سبزه خانم محترم. خب یکی از این خانوما قاتل زنجیره‌ایه. کدومشونه؟ قاتل زنجیره‌ای آره؟ سبزه، به خاطر اینکه 3 تا عکس روی چیزش خط زده، تیک زده، پشت سرم کشته. آفرین. من دارم باخت میدم سر سرعت فقط. میریم برای کامبک. 3-2. کامبک چیه؟ هنوز دیسلایک، هنوز هیچ وقت گل اولو به رئال نزنین، ربطی نداره به هر سال ششمی یکی مونده به آخر، حواستون رو جمع کنین. الان اگه کنین. تموم میشه اگه ببره. بچه‌ها ما ویدیو اولمونه، اگه ببینید من اونور نگاه کنم شما نگاه کنم و نمی‌کنم چون ویدیو اولمونه. اینا رو ما ببخشید. راستی حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید چون خیلی بهمون انرژی میده. بریم سوال. سوال ششمی. این دفعه قاتل نداریم. یعنی چی؟ وقت من تازه یاد گرفتم قاتل پیدا کنم. اعتراض دارم. بس کارگاه پوارام گرفتم. خب یکی از خانومایی که تو تصویره دزدی کرده. خب کدومشونه؟ چی دزدیده؟ رنگ لباسشو به من بگین. چی شده؟ پلیس اومده دزد بگیره. خب یکی از خانوما دزده. آها من زدم. این خانومه که قرمز پوشیده. آره درست گفت. گوشواره اون یکی دیگه رو زمین بود. تبریک میگم لباس کوسه‌ای و بچه کوسه بچه کوسه بچه کوسه لباس کوسه رو بده من. لباس کوسه‌ای تو. حداقل 7 تا جواب بدیم. 7 تا که جواب میدین. با لباس کوسه باید جواب بدم. بله. لطفا لباس کوسه رو پرت کنید. لباس کوسه. من عاشق لباس کوسه. بعدی تو رو با لباس کوسه ببینم عزیزم که الان تا آخر نشستی و این من اینا به عنوان نماد عشقمون خریدم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم مجبورشم این بلا رو سر خودم باش بیارم. خیلی قشنگ میشه ویدیو رو ادامه بدی؟ بابا کوسه بابا کوسه لطفا این ویدیو رو سابسکرایب نکنید که وایرال نشه. همه باید ورژن کوسه‌ای تو ببینن. تا این خفت خاری را به پایان برسانیم. مرگ بر اون باد. اونی که اون پشته. سوال 7. بعد بچه برام تو کامنت ها بنویسید چند تا از این سوالا رو شما درست جواب دادید. آره خیلی خبر میشه. میدونی که این لباس کوسه‌ای ویدیوهای بعدی هم باید تنت باشه. نشستم به در نگاه میکنم. من خوشحالم دیگه. به نظر سوالو بپرس. 4 تا دست. 4 تا دست دارین میبینین. یه قتل اتفاق افتاده، 4 نفر مظنونن. هر 4 تاشون تحت بازجویی قرار گرفتن که دستاشون هم اینجا آورد. میا نفر اول سمت چپ گفته که به مدت 2 ساعت توی آشپزخونه بوده. جین گفته که توی اتاق خودش مشغول نقاشی کردن بوده. جنیفر گفته که 3 ساعت توی استخر شنا بوده و جان گفته که مشغول مطالعه کتاب بوده. میا به نظرم میا قاتل.
اشتباه. آره دیگه، آب از سرش گذشته، راحت جواب میده همینطوری. میتونی جان. جواب اینو اصلا بیا جوابشو نگیم، جواب درستشو نگیم، بذارین تو کامنت ها بگم. جنیفر مثلا. جنیفر نه جواب درستشو نگیم. باشه نمیگم. آره. نتیجه بازی این دفعه. آره فائزه 4 تا درست گفت، محمد رضا 2 تا، یه دونه هم که هیچکی جواب نداد. اگه سوال 8 بود یکم استرس می‌گرفتم. آره ولی خب سوالا رو فائزه درست جواب داد. تو ویدیو من قراره بعدی همچنان این شکلی باشم، به علاوه مجازات بعدی که خواهیم داشت. هنوز چه بلایی سرم میاد. مرسی که تا آخرین ویدیو دیدید. امیدوارم از تک تک ویدیومون خوشتون میاد. تو ویدیو بعدی میبینیم. از طرف من خداحافظ.